چرا مردم رو دست کم میگیریم؟ واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست. بچه ها دوست دارم موشون هر جوری بذارن، به من تو چه ربطی داره؟ من تو به این مسئله اساسی کشور برسه. یعنی دولت باید بیاد اقتصاد رو سامان بده، فضای کشور رو آرامش ببخشه، امنیت روانی درست کنه، پشتیبانی بکنه از مردم. مردم سلاق گوناگون دارن، ما سنت های مختلف، اقوام مختلف، تیپ های مختلف، دولت خدمتگزار هم هست. چرا مردم رو کوچیک میکنیم؟ یعنی واقعا مردم رو اینقدر کوچیک میکنیم که الان مشکل مهم جوانهای ما اینه که مدل موشون رو چجوری بذارن و دولت هم نمیذاره. یعنی شأن دولت اینه، شأن مردم اینه. این واقعا مثلا توهین به مردم ماست. چرا مردم رو دست کم میگیریم؟ واقعا اینقدر، یعنی الان مشکل کشور ما اینه که مثلا فلان دختر ما فلان لباس پوشید. واقعا مشکل مردم ما الان شکل موی بچه های ماست.